آدمی که نماز نخواند روزه میگیرد این چه حکم دارد؟ بابای حاجی، اگر از راه پول یابی برای تو حلال است یا حرام؟ ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، من با قسمی گویم دویمی برنامه، یعنی با سوال و جواب های شما میگذارم. پیش از آنی که انشالله باز چند سوال شما را جواب گویم، بسیار همون مصرع های بلندی حضرت مولانا جلال الدین رومی به ذهنم آمد که حضرت می گفت خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در ره دین صاحب درد گردی، این را بجوز از صحبت مردان مطلب، مرد گردی چو گردی مرد گردی. برادران عزیز و گرامی، میگد مردان خدا خدا نباشند لکن زی خدا جدا نباشند. البته انسان همون مقام مردی، همون هیبت مردی، همون وقار مردی را میگه وقت پیدا میکنن که با مردان خدا اگر همنشین باشد، اگر سخن مردان خدا را گوش اندازند، اگر محبت و میلشان به گوش کردن سخن مردان خدا باشد، اینها صاحب ناموس میشوند، صاحب ننگ میشوند، صاحب درجه و مقام میشوند. از این لحاظ حضرت مولانا را خدا رحمت کند، میگد که خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در ره دین صاحب درد گردی. البته تو خواهی که دائم نام تا به خوبی یاد کنند، دائم در حق تو گمان نیک پیدا شود، هر جا نام تا بگیرند از تو تعریف و توصیف کنند، یا اینکه در درون داخلی تو یک ننگ و ناموسی دینی پیدا شود، میگد ایرا میدانی که دعواش در کجاه، طبابت ایرا میدانی در کجا هست، میدانی که این مقصد گنج از کجا پیدا کرده میتونی. این را بجوز از صحبت مردان مطلب، مرد گردی چو گردی مرد گردی. در کجایی که یک صحبت مردی خدا شد، حتما گوش انداز، تو این مقام این منزلت پیدا میکنی. میاییم برادران عزیز و گرامی به سری سوال های باقی مانده. دیگر برادر سوال کردند سجده تلاوت چگونه است؟ اگر قرآن را ختم کنیم و بعدا 14 سجده کنیم جایز است یا نه؟ یعنی برادرای عزیز، شما میدونید که در 14 آیت از قرآن یا در 14 گویم موضع از قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همون بعضی خواهرها و برادرها برای ما گپ میزنن، همون قرآن ده بعضی قرآن ها ده اشاره هست که از دو طرفش بعضی اشاره های ماندن که یعنی معنا همین است که همین آیت به خواندنش سجده تلاوت به گردنت واجب می شود. برای همین اکو توصیه من همین است که شما اگر به شرط هر یک آیتی را که خواندین در زمانش همون سجده تلاوت کنین. خیلی انسانیه، اگر نکردیم ترک واجب می شود. ممکن یا فراموش کنیم یا ممکن که خدای مهربان مهلت ما تمام کرده باشد و ما اگر این را انجام نداده باشیم یک واجب دیگه در گردنمان باقی میماند. برای من هر یک آیتی را که شما از قرآن خواندین سجده تلاوت، بسیاری از برادران میپرسند همین قاعده اجرا کردنش چگونه است؟ همیشه شما میدونید که ما در زمین میشینیم، لوح میگذاریم و قرآن خواندن میگیریم. همین زمانی که آیتی همون گویم سجده را که به گردنمون واجب است وقتی خواندیم، همون زمان میتونید شما قرآن یک طرف گذارین، دیگر بلند شدن نیت کردن هیچ چیزی ندارد، فقط هم سر میمونید در سجدگاه سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا، تمام سر میبرداری با قرآن در پیشت میمانی و با دوامش خوانده رفتن میگیری. دیگر این سلام ندارد، این نیت ندارد،
و این دعا هم نداره. اگه دعاهاش هم عزیزای خدا سجدت للرحمانی و آمنت بالرحمانی فغفر لی ذنوبی، همین خیلی دعاها آوردن. خیلی دعا هم که کنی زیان ندارد، ولی ترکش هم که کنی زیانه. مقصد فقط سجده، همین یک سجده میکنی و با قرآن در پیش میمانی، دوام داده رفتن میگیری. خب سوال دیگری هست. بابای حاجی، اگر از راه پول یابی برای تو حلال است یا حرام؟ برادر عزیز و گرامی، البته این حالت هم گاه در انسان می شود. هر مبلغی را که شما اگر وقتی که از راه یافتین، وای مبلغ شما نیست. شما را در گردنتون شریعت وادار کرده است که همین مبلغ معین نگین. اگر تو مثال 1000 سامانی یافته باشی و در هر جا شرط نیست که گویی من 1000 سامانی یافتم، فقط میگویی برادرای عزیز من یک مقدار مبلغ یافتم. اگر کسی یگان مبلغی را گم کرده باشد، بیاید برای من همون نشانهاش بگد، همون چی مقدار است مقدارش معین کند، انشالله تو سوما باید که با او کس پرداخت کنی. اگر به شرط کسی برای سراغ همین نآمد، اگر سالها هم که گذرد، این پول برادر عزیز در دست تو یک مبلغی بگیم نفری بیگانه در دست تو این باقی هست، برای این مبلغی تو نیست. اگر به شرطی که تو کمبغل باشی، بیچاره باشی، ناتوان باشی، در جان خود هم که صرفش کنی حق داری، ولی نکی روزی که همین پولدار آمد و گوید که همون مبلغی من بود، همون نشانه هاش گوید، مقدارش گوید، تو باید پولی این آدم باز پس بگردانی. یا اینکه اگر خودت شرایط دار باشی اینا در یگان جو صدقه کنون، ولی پگا اگر همین پولدارها به سری پولشون که آمدن، تو ضامنی، تو باید پول اینها را بگردانی. این از قاعده از راه پول یافتن. اما یک حالت برادرای عزیز، یک کس ما را در یک محفل سوال کرده بود. بعد وقتی من همین خیل بیان کردم، یک برادر در همون محفل نشسته بود، ای گفت خی همین بابای حاجی همین نیاویش بهتره. من برای چی؟ گفت خمی یک دردی سر بده این مقصد چیزی نبوده است که من از این خوب یعنی راحت کنم یا بگم که خی خدا مرا داد است. گفته با یک طریق شوخی، یعنی یک بگیم امانت بگیم یا یک چیزی که در گردن تو دائم این چیز برادر عزیز باقی میمونه. دیگر سوال کردن بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم. این کدام خواهری هست سوال کردن. بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم، از شوهرم جدا هستم. پدر و برادرانم به من صدقه فطر میتیند. آیا ممکن است که من مبلغ اونها را گیرم؟ البته صدقه فطر ای طرف پدر و مادر به فرزند اجازت نیست، یا فرزند به پدر و مادرش یا به خانوش بگیم به زنش به فرزنداش صدقه فطر بتد، زکات بتد جایز نیست. ولی اگر به شرط برادرها اگر آورده تیان، مثال برادر به برادر میتد یا خواهر به برادرش میتد یا برادرها به خواهر میتد، این بین برادرها و خواهرها اجازت از امکان دارد. ولی بین پدر و فرزند یکی صدقه فطر یکی زکات اینها اجازت نیستند. دیگر سوال گفتن من در جوانی نمازهایم را قضا کردم، فقط فرضاش خوانم یا که ویتر را هم قضا کنم؟ برادران عزیز و گرامی، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمازهایی که از ما نخواندیمشان آنها در گردن من واجبند. برای همین در گردن ما واجب است که فرضها البته ادا کرده شوند. همچنان نماز 3 رکعت ویتر که در مذهب خودمان حکم واجب دارد، این را هم مجتهدای مذهب ابو حنیفه برادران گفتن که این هم قضا داشتن در کار. بسیاری از برادران میگن که انا حاجی بابا شما فقط میگین مذهب امام ابو حنیفه یا ابو حنیفه گفته است. برادرای عزیز، من این را بر گوش شما برای چی سخن ابو حنیفه میارم؟ فرق ندارد من گویم امام مالی گفت، امام شافعی گفت یا امام احمد حنبل گفت.
من برای این سخن اینها را میارم که شما یکمش که دانین در کدام مذهب چگونه است، دوم بدانین که این صاحبای مذهب برادر همه منشأ و همه استدلالشون و همه دلیلشون از قرآن و حدیث است. برای همین دیگر شرط نیست که من گویم که حدیثی را یا آیتی را برای شما بیارم. یعنی اینها ای را آوردن در زیرش همین مسئله را گذاشتن، من به سمع شما میرسونم. جلال الدین رومی را میفرمود که نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. حضرت مولانا را خدا رحمت کند. این حضرت میگه اگر شما خواهید که از نزد خداوند عطا یابید، شما برکت یابید، اجر یابید، یا همچنان گردی فتا، یعنی همچون مرد باقی مانی، این عزیز خدا میگه باید در این باغ داخل شوی، تو باید در این صحبت اشتراک کنی، تو باید که مقصد این برنامه است، این نوار است، تو باید که گوش اندازی تا مقصد به این فضیلت و به این خوبی ها شما رسید. خدای مهربان این عزیزای خدا را هم رحمت و مغفرت کنه و از نصیحت هاش خدای مهربان ما و شما را برخوردار گرداند. میاییم به سری سوال هایی که باقی مانده ای که در اینجا در نزد منم. نفری سوال داده است شوهر دارم، صاحب 3 فرزند، شوهرم گاه کار میکند گاه نمیکند. برادرم گفت که زکاتم را به تو میدهم، آیا جایز است؟ بله خواهر عزیز، اگر برادراتم برای شما زکات دیان، چیزی که من پیشترکم قید کرده بودم، یا داری خواهر یا اپایی که به دولت است، بین خواهرها هست، بین دادرها هست، معامله صدقه فیتر زکات هیچی باقی ندارد، اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن آدمی که نماز نخواند روزه میگیرد این چه حکم دارد؟ البته ما هیچ وقت باید در راست نفرهایی که نماز هم نخواند روزه هم که نگیرد و بر یگانگی الله مهربان باور داشته باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را همچون پیغمبری بر حق بداند، ما در راست این آدم هیچگاه حق ملامت و حق توهین و حق تحقیر نداریم. بسیار خوب شد الحمدلله رب العالمین که نفری اگر نماز نخواند و روزه گیرد، از خدا امید است که تو اگر از حال او که آگاهی داشته باشی، تو باید که دعا کنی که خدایا همین نماز هم مثل همین روزه یکی از رکنهای دین هست، خدای توفیقی پایبند شدن نماز هم نصیبش کن، یا اینکه میتونی که با او با ملایمی و با نرمی با صحبت برایی. گویی که برادری عزیز از نماز دیده مقصد ادای روزه مشکل است که چقدر نفس آدم اذیت میکشه، اکنون نمازش اوقا مشکلی نیست، بیا برادر عزیز همین نمازش هم خوانید. برای همین شما میتونین از این راه استفاده برین، صف نمازگزارهامان و صف روزه‌دارهامان زیاد میشود. یا نفری بگذار نمازش میخواند لیکن روزه را نمیگیرد، بیا ما او را مصلحت تیم، بیا او را ما امر معروف کنیم، بیا برای مصلحت های خوب تیم. انشالله از خدا امید است که این انسان هم با رو به سوی مقصد روزه است یا نماز است میارد. الله همشون توفیق دهد. ما هم طرفدار اینیم که هم روزه گیرد هم نماز خواند، ولی مادامی که این آدم در یک قدم پیش گذاشته است، در قدم های دیگر با او را یاردم کردن در کار. ما بسیاری وقت برادران زبان های درشت داریم، یک کس میبینیم نماز میخواند و روزه نمیگیرد، در حال حقارت میکنیم. یا میبینیم که مثال روزه میگیرد نمازش نمیخواند، در حال چیکار میکنی همون روزه تا گرفته، آخه روزه تا حلال نیست، این روزه تو فلان نیست گفته، اینا در ما حق نداره. الله مهربان در قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. خدا میگه شما با حکمت، یعنی بین با علم و همچنان با موعظه های حسنه، با صحبت های نرم و ملایم مردم به سوی من دعوت کنید. خدا میگه اگر شما رضاگی من نمیخواهین،
من شما را میگم که از همین راه مردم دعوت کنین و سخن قبیح و سخن درشت و سخنهای سخت و اینها برادرای عزیز ما هیچ وقت با مقصد نمیرسیم و هیچگاه هم در پیش خدا اجر و پاداش هم نمیگیریم. تا امروز هم برادرها اگر تخمین کنین کسی همین سخن سخت دعوت میکند هیچ کس ویا احترام هم نمیکنه و دیگر اینکه سخنش تاثیر هم نداره. ولی هر کسی که با نرمی با راههای خوب مردم دعوت میکند که عیناً خدا همین را گفته است، ان شاء الله اون نتیجه خوب دادگیه. برای همین از این راه استفاده کنیم بهترین میشود. دیگر سوال کردم به طهارت از روی تلفن قرآن خوانی جایز است؟ بله برادر، هر کسی که اگر طهارت هم که نداشته باشی قرآن خود تلفن باشد خود به تلفن باشد تو میتونی که به حضور خواندن بگیری. فقط طهارت برای آن لازم است که تو قرآن بقپی. خدا در قرآن گفتگی است که شما قرآن به طهارت قپیدن نمیتونید ولی خواندنش به طهارت به قپیدن اجازت است. دیگر گفتند که مرا شوهرم بسیار میزد و به خانه مادرم آمدم. او آمده پیش مادرم قسم خورد که اگر این دفعه زنم 3 طلاق باشد. بعد به خانه آمدنم باز زدن را سر کرد. آیا من طلاق شدم؟ یعنی اینها را طلاقای با شرط میگن. یعنی طلاقی که اگر من تو را بزنم تو به من 3 طلاق، اگر تو از همین در برآمدی تو 3 طلاق، اگر من مقصد برای تو من بعد 1 کرته بخرم تو به من 3 طلاق. یعنی شرط میمونه. اگر همین شرط ها را شکست خواهرای عزیز طلاق واقع می شود. خواه 1 گفته باشد، خواه 2 گفته باشد، خواه 3 گفته باشد. برای همین این بسیار چیزی جدی هست. وقتی که شرطمان 3 گفت 3 می شود، 2 گفت 2 گفت، 100 گفته باشد 100 واقع می شود. یعنی از 3 بالاش دیگر همش 3 حساب می خورد. دیگر سوالی که کردن گفتن با اذان تلفن نمازهامون خوانیم جایز است؟ نه، با اذان تلفن نماز جایز نیست. شما برای نمازهاتون برادرای عزیز و خواهرای برای برادرای عزیز، البته برای زنها اذان و اقامه نیست ولی برای مردها حتما اذان گوییم، با اذان تلفن نمیشه. دیگر گفتم بابای حاجی زن به طرف مرد گوید که نفسم رو به تو بخشیدم، مرد گوید که قبول کردم، آیا نکاح می شود؟ ما حدیثی داریم جناب امام ترمذی، جناب امام ابو داود، همچنان ابن ماجه از نام حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که پیامبر ما گفته بود است که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. این 3 چیزی هست گفتن که انا اگر بگیم که یعنی معنیش چی است؟ جدهن جد یعنی جدی هست و همچنان هزلش هم جدی است. یعنی به هزل هم بگوی جدی حساب میخورد، اگر با طریق جدی هم اگر بگوی همون جدی حساب میخورد. اینا چی هستند؟ یکیش النکاح، دیگرش و طلاق و دیگرش و رجعه. پیامبر صلی الله علیه و آله 3 چیزی است که شوخیش هم جدی است. یعنی این یکیش طلاق است، دیگرش نکاح است. برای همین هر کسی که اگر با شوخی هم زنش بگه زنک تو با من حرامی، زنک تو مقصد به جای مادرمی، زنک تو با من 3 طلاقی، اگر با شوخی هم که بگش واقع میشه. اگر با شوخی هم کسی را نکاح کنی در حضور شاهدا باشد ببین البته نکاح واقع میشه. برای همین هر کسی که اگر به شرطی که با طریق شوخی هم بگه که من نفس من تو بخشیدم در اونجا شاهدا باشد نکاح واقع شدگی. یا اگر با طریق شوخی هم که زنش اگر طلاق کند وای طلاق می شود. دیگر سوالی را که از ما کردن گفتن که خوردن کواس جایز است یا جایز نیست؟ برادران خیلی عزیز هر چیزی را که می نوشین شما بینید که اگر در اون مثال بسیار شده تمغه حلال زدگی هست، بعضی هاش در مثال نگاه کنید که ترکیبات شده چیزهای شبه آور نباشد یا اینکه فایزی مخصوصی مست کردن نباشد. برای در دولت‌های اسلامی هم استحصال همین آب جوی که در مردم ما پیوه میگن
یا در دولت‌های اسلامی همین ایران و دبی و پاکستان و در همین جا همین استحصال آب جو هست، میزنن تمغه حلال و مقصد هیچ وقت یعنی فایز ندارد، فایز مست کردن ندارد. برای همین اگر از همین چیزا خالی باشن انشاءالله هیچی باقی ندارد. الله مهربان تن صحت ایمان کامل نصیب ما گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.